مرد بت پرستی بود که 70 ساله بت خود را میپرستید و همیشه با عزت و احترام از بت خود مراقبت میکرد و ستایشش میکرد. در این 70 سال او دچار مشکلی بسیار سختی شد و شبی به بت خود مراجعه کرد تا حاجت خود را دریافت کند. او همواره با گریه و زاری و سجده فریاد میزد و میگفت: ای صنم من، ازت خواهش میکنم مرا کمک کن. من دچار مشکل بزرگی شدم و فقط تو میتوانی مشکل مرا حل کنی. پیرمرد همواره بت خود را با ذکر یا صنم صدا میزد، ولی هیچ صدایی از بت برنمیخاست. ناگهان در حین تکرار واژه صنم زبانش گیر کرد و گفت: یا صمد. در این هنگام از عرش الهی خداوند پاسخ داد: بله ای بنده عزیز من. فرشتگان عرش الهی گفتند: پروردگارا، این مرد در این 70 سال فقط چون زبانش گیر کرد هم اکنون تو را صدا کرد. چرا به او پاسخ دادید؟ خداوند فرمود: اگر من پاسخ او را نمیدادم پس فرق من با بت او چه بود؟ اگر من او را پناه ندهم پس او به نزد چه کسی میخواهد پناه ببرد؟ او مرا صدا کرد و من نمیتوانم دل شکسته بنده خود را ببینم و حاجت او را ندهم. خدایا پناهمون بده. برای تایید این دعا بنویس آمین. سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که هم تو از او خوشنودی و هم او از تو خوشنود است.